سلام به همه شما دوستان، عصر همگی بخیر باشه. اگر صدا و تصویر من رو اوکی دارید عدد 5 رو بفرستید و بریم که شروع بکنیم. خیلی متشکرم از مشارکت همگی. من لابلای برنامه چت‌ها رو میبندم، باز میکنم که حواسمون جمع این برنامه باشه. قبل از اینکه حالا همه دوستان بیان، من یه نکته‌ای رو بهش اشاره کردم، این که من بالای 150 تا رویداد برگزار کردم، سمینار، کارگاه، آنلاین، حضوری، هیچ فرق نداره. حالا ما میگیم 150 تا که راستشو بگیم، ولی فکر میکنم بالای 200 تا باشه، نشمردم. ولی همیشه هیجان دارم برای برگزاری، یعنی خودم اول از همه ذوق زدم و کیف میکنم. امیدوارم که شما که علاقه‌مند به تدریس و کوچینگ هستید این هیجان رو تجربه کنید، لذت ببرید. وقتی یه رویدادی برگزار میشه پایانش میبینید افراد خوشحالن، به فکر فرو رفتن، راجع به آیندهشون فکر میکنن، راجع به اینکه چطور عملکرد بهتری داشته باشن، چطور زندگیشون رو بهتر کنن، کسب و کارشون رو بهتر کنن، فروششون رو بیشتر کنن، حالا هر کسی تو هر حوزه‌ای چطور هنرشون رو ارائه بدن. این حس واقعا حس لذت بخشیه و امیدوارم تک تک شما عزیزانی که داخل این لایف هستی این رو تجربهش بکنید. بسیار عالی. بعد حالا من اینجا یک ویدیو از خودم میذارم که کسانی که منو نمیشناسن با سابقه من و نوع تفکر من، نوع فکر من، چجوری فکر میکنم، چجوری کوچینگ و تدریس اصلا من چجوری میبینمش، یک ویدیو میذارم. لطفاً ویدیو رو با دقت گوش کنید چون نکاتی هست درش که خود این ویدیو درست معرفی من هست ولی نکته آموزشی باز داره. با هم دیگه ببینیم لطفاً. از سایه خارج شوید و در جایگاهی که شایسته آن هستید خود و افکار ارزشمندتان را به یاد ماندنی کنید. امیرحسین نعماوی‌زاده، متولد 1361، فردی درونگرا، کم حرف، پرکار و عاشق مطالعه. بیش از 18 سال است در حوزه آموزش فعالیت می‌کند و افتخار همکاری با مدرسان، کارآفرینان و اساتید درجه یک را داشته و حال خود تبدیل به استاد و مدرسی مطرح شده است. او حالا آماده است تا هر آنچه درباره مهارت و هنر کسب درآمد از تدریس می‌داند را به افراد علاقه‌مند منتقل نماید. به آنها کمک کند تا با تمرین و پیگیری یک بار و برای همیشه مسیر اصولی این حرفه را بیاموزند و بلافاصله به کار گیرند. به شما تبریک میگم وجود زحمات بی‌شائبه ایشون رو. عزیز بزرگوارم جناب امیرحسین نعماوی‌زاده رو بگم سینونیم چیه؟ نظم، دقت، برنامه‌ریزی و یک سازماندهی خیلی قشنگ. فوق‌العاده است این مرد. من عاشق این نگاه امیر هستم که به موضوعات اصیل نگاه میکنه، خاص نگاه میکنه و سره از ناسره تشخیص. خیلی متمرکزه، خیلی متخصصه، خیلی متعهده. این سه تا میم رو من هر وقت اسم امیر میاد تو ذهنم میفته. من میتونم با قدرت بهتون بگم یکی از صادق‌ترین و درستکارترین بهترین افرادی هستن که در این حوزه میشناسم. اگر همکاری وجود داره بهشون اعتماد کنید، ضرر نخواهید کرد. موفق باشید. او همچنین تجربه برگزاری صدها رویداد و مدیریت چند شرکت را نیز در کارنامه خود دارد. امیرحسین میگوید منابعتان را مفت نبازید. شما فرصت دارید که از سایه خارج شوید تا به چهره‌ای ماندگار تبدیل شوید و چه زمانی بهتر از این فرصت. به دنبال کامل و بی‌نقص بودن نباشید. این توهمی بیش نیست. توانایی ساختن یک امتیاز نادر است که نباید آن را نادیده بگیریم. با ساختن چیزهای بهتر اوضاع را بهتر می‌کنید. همیشه فرصت برای بهبودی کارها هست. اعتبار یک مدرس برجسته به معنای کامل بودن او نیست.
امیر حسین همواره معتقد است با اطمینان حرکت کردن در این مسیر محصول اطلاعات بیشتر نیست. اطلاعات بیشتر سرعت حرکت شما را کم خواهد کرد. اگر داستان مفیدی نداریم، اگر بیرمق یا آشفته هستیم، امروز زمان آن رسیده برای تغییر داستان زندگی آستین‌هایمان را بالا بزنیم. تغییر از تو و با خود تو آغاز می شود. اما هیچ تغییری آغاز نمی شود اگر اقدام نکنید. امیر حسین می گوید امروز بهترین روز برای شروع سفرتان است. اگر حرکت نکنید شرایط دشوارتر می شود. همانطور که دنیا به طلوع خورشید فردا نیاز دارد، بیشک به شنیدن صدای شما هم نیازمند است. خب خیلی متشکرم ازتون. مرسی. خب دنیا، صدا هست دیگه، دنیا به شنیدن صدای شما نیاز داره. من اینو عمیقاً درکش کردم و با تمام وجودم. آره صدا هست. من چت رو میبندم که حواس پرت نشه. لطفاً اون میکروفون اون بالا رو بزنید، صدا براتون باز میشه. من عمیقاً این موضوع رو درک کردم که دنیا به شنیدن صدای ما نیاز داره. تو این 18-19 ساله که توی حوزه آموزش بودم، تجربه همکاری با اساتید و مدرسان رو داشتم، افرادی دیدم که واقعا زندگیشون تغییر میکنه به واسطه یک مشاوره خوب، یک نکته خوب، یک راهنمایی خوب. شاید ممکنه شما مثلا یک دوره آموزشی رو بگذرونید، 1 ماه دوره آموزشی، 1 ماهه، 3 ماهه، 1 ساله، یه جمله فقط شما رو متحول کنه. این اونیه که مدرس اثر خودش رو میگذاره. من در این وبینار قصد دارم نقشه راه تبدیل شدن به یک مدرس برجسته رو بهتون بگم. مطالبی که من خدمتتون عرض میکنم هم علمی هست هم تجربی، یعنی من تجربهش کردم، طبق سابقه‌ای که داشتم اینا رو همه رو تجربه کردم و اگر فقط به تنهایی، من به شما اینو قول میدم، اگر فقط به تنهایی مطالب این وبینار رو ببرید اجرا بکنید کار میکنه. یعنی نه مشاوره از من بگیرید، نه دوره های مثلا دوره استادانه برجسته بیا یا کوچینگ خصوصی منو بیا، اصلا جدای اونا خوبه ها، نمیگم بده، اونا شتاب میده، سرعت شما رو بیشتر میکنه، ولی جدای اونها اگر فقط به تنهایی این مطالب رو پیش ببرید، من به شما قول میدم که جای قبلیتون نیستید، پیشرفت میکنید، رشد میکنید، تاثیرگذار میشید، الهام بخش میشید برای دیگر. قبل از اینکه شروع کنم لطفاً به من بگید که از کدوم شهر هستید. من این چت رو ببینم چجوری باز میشه. خب چت، این چت نمیدونم کجاست. صدا و تصویر غیب شده، عجیبه، بودش همیشه. خب دسترسی کیفیت اطلاعات کاربری میگه هیچی، عجیبه، هم غریبه. آها پیام ها دسترسی دیدم. خب لطفاً بنویسید از کدوم شهر تشریف آوردید. من بدونم. تهران، آنکارا، ماشاءالله، تهران، شیراز، بابلسر، تهران، کرج، ماشاءالله، کیش، برج، زود رد شد. ماشاءالله، سیرجان، اصفهان، درود بر شما.
آفرین. این وبکم رو چجوری ببندم؟ خیلی خوب. یه ارورای عجیب غریبی میده ها. این امروز ما با اسکای روم کار میکنیم، نمیدونم چرا اینجوریه. اصفهان کرج. آره من دقیقا همین دنبال همینم، نمیدونم چرا اروراش عجیب غریبه امروز. فکر کنم الان اومد. الان اومد. خیلی خوب. خیلی خوب. بله یزد صدا هست تصویر نیست. بله اومدم. مرسی که پیگیرید. مرسی. بسیار عالی. خیلی خوشحالم. مرسی از هر جا که تشریف آوردید. زاهدان درود بر همگی. خیلی متشکرم. نوج خیلی متشکرم. تهران. مرسی. پس من میبندم، غیر فعال میکنم، چند تا دوباره باز میکنم. میریم که راجع به نقشه راه تدریس صحبت بکنیم. تمام هدف اینه که مطالب رو به صورت اصولی شما پیش ببرید. اون مهارتی که دارید، اون تجربه‌ای که دارید رو به درآمد تبدیل کنید، به یک احترام تبدیل کنید. افراد ذوق کنن بیان پیش شما مشاوره بگیرن، بیان پیش شما درس یاد بگیرن، کوچینگ یاد بگیرن. ما همه مهارت‌هایی داریم که میتونیم اینا رو به دیگران آموزش بدیم. شاید الان بپرسید از خودتون که نه من الان مهارتی ندارم، ولی جلوتر که بریم متوجه میشید شما چقدر اطلاعات دارید ولی از این اطلاعات استفاده نمی‌کنید. این عکسایی که نشون میدم عکسای کارگاه‌های استادان قبلی هستش. این تجربه‌ای هم از فعالیت‌های خودم بگم که باز بیشتر منو بشناسین. بیش از 18 ساله که تو حوزه آموزشم، بیش از 150 رویداد آموزشی برگزار کردم. برگزاری سمینارهای سریالی انجام دادم. مدیر آکادمی و استودیوی ایده پردازان بودم. مدیر مارکتینگ مکتب کمال بودم، خدمت آقای معظمی بودم. طراحی پرفروش‌ترین دوره‌های آموزشی رو انجام دادم. طراحی نرم افزارهای آموزشی رو انجام دادم و کوچینگ مدرسا رو افتخارش رو داشتم و چند مؤسسه آموزشی. این فعالیت من بوده که البته اینا که مربوط به حوزه آموزش بوده رو من اینجا نوشتم. و من مثلا کار طراحی کردم، کار تبلیغات کردم، کار بازاریابی کردم، کار طراحی سایت انجام دادم، کد نوشتم و اینا رو اینجا نیاوردم. و عرضم به حضورتون که حالا این وبینار برای چه کسانی مناسبه، به چه کسانی کمک میکنه، اصلا چه کسانی باید کوچ و مدرس بشن. خواهش میکنم اگر کاغذ قلم ندارید بیارید بنویسید، چون ممکنه یادتون بره. هرچی که بنویسید همون آن ثبت میشه و به یادتون میمونه. یه روزی یه جا یه دفعه پاپ آپ میکنه، میگی تو اینجوری فکر کن، این طرز فکر توه، این الگوی توه، این حرکت رو بعد انجام بدی. خواهشی که ازتون دارم بنویسید. چه کسانی باید مدرس و کوچ بشن؟ کسایی که متخصصن. متخصص یعنی چی؟ متخصص یعنی فردی که دانش و مهارتی داره و نسبت به سایرین سرآمده. اگه ما عدد 0 تا مثلا 100 رو در نظر بگیریم، یکی ممکنه 20 شماره متخصص باشه، یکی ممکنه 50 شماره متخصص باشه. اونی که 50 میتونه به اون 20 و به اون 0 کمک بکنه، مشاوره بهش بده، یادش بده. اونی هم که 20 میتونه به اونی که 0 کمک بکنه. برای کسایی که مهارت دارن، تجربه دارن، حتی ممکنه، یعنی من ساده ترین حالتش رو میگم، حتی ممکنه یک نفر کارمند بایگانی باشه ولی بدون داکیومنت کردن و بدون مرتب سازی فایل ها رو، اسناد رو بدون، اونم میتونه یاد بده. خب یعنی یک مهارت، یک تجربه داره. برای کسایی که فریلنس میخوان کار کنن، میخوان برای خودشون کار بکنن، یه چند سالی کار کردن، یه دانش، یه تجربه دارن، احساس میکنن میتونن اینا با دیگران در میون بذارن. و جان کلام اینه که هر کسی یه صدایی، یه ایده‌ای داره. مثلا شما نشستی نگاه میکنید، این مطلب تو سر من بود، فلانی داره راجع به صحبت میکنه، این ایده رو من داشتم
دوست داری اینو به دیگران منتقل بکنی. خب چند بار تا به حال این اتفاق برای شما افتاده؟ خب اینجا یاد میگیری که اینو بسته‌بندی کنی جوری که دیگران هم گوش بدن، هم انجامش بدن، هم حاضر باشن براش پول بدن. پس کسانی مدرس بودن و کوچ شدن به دردشون میخوره، براشون مناسبه، این ویژگی ها رو داشته باشن. من چت رو باز میکنم، میخوام بدونم شما در چه حوزه‌ای فعال هستید. لطفاً بنویسید که منم ببینم و سایر دوستان ببینن. تو چه حوزه‌ای فعالید یا تو چه حوزه‌ای دوست دارید کار تدریس رو انجام بدید؟ آفرین، تولید محتوا، مهد کودک، ریاضیات دانشگاهی، چه قشنگ. پوشاکی تونتون داره میره بالا، من میخونم. روانشناسی، مربی شطرنج، آفرین. سئو، مدرس زمان، تشخیص رنگ، به بچه هیجان انگیز. سیستم سازی و بازاریابی، آفرین. ورزش، یوگا، روانشناسی. برای همین حوزه بچه جا هست. و حالا هم میرسیم. همه فکر میکنن بازار اشباع شده، ولی بازار با چه چیزی اشباع شده؟ مجریگری، دکترای حسابداری، پزشکی، بازاریابی، بیمه، روانکاوی. ماشاءالله ماشاءالله. درود بر شما، خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید من ببندم که ماشاءالله تعداد پیام ها زیاده. بسیار عالی. ای بابا من باز چت رو بستم. خب من نمیدونم این احتمالاً جای منوهاش عوض کرده. خیلی خوب. پس اگر این ویژگی ها رو دارید، این برنامه به دردتون میخوره، براتون مناسبه و همه مشاغلی هم که و حوزه هایی هم که میخواید فعالیت بکنید میتونه براتون کارآمد بشه. یه عکسی رو اصلا جزء اسلایدم نبود ولی دیدم بی ربط هم نیست و هم قدردانیه، هم حق استاد شاگردیه و گفتم اینو بذارم، جالبم هست، یه ذره سرگرمی هم هستش. من سال 84 خدمت آقای معظمی رفتم و ما از اونجا شروع کردیم. قبلش گفتم مثلا من تو کار طراحی بودم، تبلیغات بودم، وبسایت کار میکردم، چند تا مجله دستم بود کارهای طراحیش. مثلا خودم تکنیکالم بیشتر، یعنی بیشتر آیتی منم، هم برنامه‌نویسی کار کردم، هم سخت افزار. و سال 84 همکاریم با آقای معظمی شروع شد، تقریبا همون سالا بود و شروع کردیم و فکر میکنم بالای 15 سال من با ایشون فعالیت کردم و جداگانه با سایر مدرسان و اساتید به عنوان مشاور، به عنوان کوچ. حالا اون موقع زیاد اسم کوچینگ نبوده ولی خب ما همراهی میکردیم، کمک میکردیم به دیگران. و سال 94 هم 93 یا 94 هم به اتفاق آقای معظمی کوچینگ رو وارد ایران کردیم، مثلا اسم کوچینگ وارد ایران شد و این عکس خیلی خاطره داره برای من و از اون سالها من توی حوزه آموزش فعالیت کردم و مستقیم روی محتوا. سالهای قبلش هم رو محتوا کار میکردم، سایت هایی داشتم که روی اون سایت ها پیش میبردیم. ولی خب این عکس خیلی خاطره انگیز بود، گفتم باهاتون در میون بذارم. خیلی خوب. دنیا به شنیدن صدای شما نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی من یاد باید بگیرم که ما همش داریم یاد میگیریم، یاد باید بدیم که معمولا یاد نمیدیم. این کسایی که علاقه دارن یاد بدن هممون دیگه ته وجودمون داریم همچین چیزی رو که بخوایم اون دانشی که داریم به دیگران منتقل بکنیم. باید تاثیرگذار باشیم. این برنامه ماست که من یاد بگیرم، یاد بدم و تاثیرگذار باشم. من میخوام خوشبخت بشم، اگر میخوام سعادتمند بشم باید کمک کنم دیگران خوشبخت بشن. از اطراف خودم هم شروع کنم. دوستم، همسرم، مادرم، فرزندم، همسایم. اگه میخوام حال مردم خوب کنم، اگه میخوام حال خودم باید خوب بشه، باید حال مردم خوب بکنم، باید به اونا کمک کنم.
بازم من به شما قول میدم اگه مطالب این وبینار رو شما مرحله به مرحله پیش ببرید بسیار میتونه کارساز باشه. حالا چه زمانی برای شروع من مناسبه؟ این یه پرسش خیلی کلیدی هست و خیلی مهم. آیا من به اندازه کافی آماده هستم؟ اینا رو برای خودتون تیک بزنید. اگر مهارتی داری، دانشی داری، تجربه داری، میگه آقا من مهارتم اینه که فقط یه کتاب خلاصه میکنم. خیلی خوبه. خیلی خوبه. هم میتونی یاد بدی چجوری کتاب خلاصه کنی، چطوری مایند مپ کتابو بکشی. هم میتونی از این راه تولید محتوا کنی و محتواتو بفروشی. خب پس اگه مهارت، دانش یا تجربه‌ای داری، آقا من مثلا 2 سال ریخته‌گری کار کردم. 2 سال تجربه ریخته‌گری داری. با اونی که هیچ سالی تجربه نداره میتونی به اون کمک بکنی. خب اینو تیک بزن. اگه مهارت، دانش، تجربه‌ای داری. من مثلا دانشگاه ممکنه درس خونده باشم، مثلا آیتی خونده باشم، حقوق خونده باشم. خب این دانش، تجربه داری یا نداری؟ تیک بزن. دارم. به یادگیری و رشد شخصی علاقه داری یا نه؟ اما این میرم یه کسی تو یوتیوب میزنم، میرم آپاراتو میبینم، میرم فلان دوره شرکت میکنم. بذار من باز کنم اینا 1 و 2 شو بنویسید. چت رو باز کردم بنویسید 1 رو بنویسید. خب 2 به یادگیری و رشد شخصی، اینکه سوادم بیشتر بشه، دانشم بیشتر بشه، یه سرگردن بالاتر از بقیه باشم. و 3 میل به خدمت داشته باشم، به دیگران میخوام خدمت کنم، کمک بکنم. اگر اینا الان تو وجودته، الان این درون تو هست، زمان مناسبی برای شروعه. کیا 1 2 سن؟ یه بنویسید 1 2 3. میدونید چی میگم؟ دارم به این تاکید میکنم اینا 3 تاش با هم دیگه است. خب میگه من مهارت رو دارم، به یادگیری هم خیلی دوست دارم، علاقه دارم. ماشاءالله ماشاءالله. خب مرسی. یادگیری هم علاقه دارم، دوست دارم خدمت کنم. تو دارم منفجر میشم، نمیدونم چجوری این اطلاعاتمو بدم بیرون. این الان وقتشه. پس زمان درستیه اگه این 3 تا پارامتر رو دارید. حالا چرا شروع نمی کنیم؟ کلا اشتباهات رایج و پرتکرار ما چیه؟ چرا شروع نمی کنیم؟ منتظرم یه زمان مناسبی بیاد. حالا میگن آخر هفته شروع میکنم، از شنبه شروع میکنم. ولی چرا واقعا شروع نمیکنم؟ تصورم اینه که یک شرایط ایدئالی باید فراهم بشه. یک قراری زندگی من باید بگیره. چه میدونم فلان ترممو پاس بکنم، فلان کارم تموم بشه، فلان. این مسائل هیچ وقت به وجود نمیاد اگر شما استارت کارتو نزنی. یعنی شما استارت کار نزنی، مسائل میاد. تق 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 میخوره و بری اینو حل کن. من برم اینو حل کنم. چرا شروع نمی‌کنی؟ نه هنوز زمانش نرسیده. زمان مناسب دوستان هیچ وقت خودش نمیاد. با گام‌های کوچیک شروع کنید. حالا میگم چی کار باید بکنید. کوچولو کوچولو پیش برید. اگر این منتظر این هستید که یک قراری بیاد، یک قراری در شما بیاد، یعنی از این بیقراری در بیایید بعد شروع بکنید، اتفاق نمیافته. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. تو همین بیقراری کاراتو پیش ببر، تو همین شلوغی پیش ببر. اینم یه چیزی هست، اولویت بهش بده. ببین اولویت داره یا نداره. من اصلا از این راه میخوام حالم بهتر بشه، از این راه میخوام کسب درآمد کنم، میخوام برند شخصیم رو راه بندازم. دومیش چیه؟ چرا شروع نمی‌کنیم؟ ترس از قضاوت دیگران. یعنی ما بیشتر نگران بقیه هستیم که راجع به ما چجوری فکر میکنن. میترسیم نکنه منو دوست نداشته باشه، نکنه منو طرد کنه، نکنه ازم ناراحت بشه. همیشه هستن این افراد و معمولاً هم
قضاوت و به انتقاد دیگران کسانی هستش که نگران افراد نزدیک هستیم تا کسایی که دوره که نمیشناسه. نزدیک هم اگه انتقاد بکنه، چه سازنده باشه چه مخرب باشه، برات کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه؟ چون اونی که نزدیکی هیچ وقت به تو پول نمیده بیا دوره تو رو، سمینار تو رو، وبینار تو رو شرکت بکنه. تمرکز رو بذاری رو خودتون. آقا من سینم شین میزنه، خب مال منم میزنه. من وقتی حرف میزنم این چشم ابرو میره بالا، این یکی چشم میاد پایین. خب بیاد. این وقتی حرف میزنه همش دهنم خوش میشه. خب بشه. من قیافم خوب نیست. خب نباشه. برای تو خوب نیست. تو خودتو اینجوری میبینی. در صورتی که همچین چیزی نیست. شما برید توی گوگل نیکی ووچیچی رو سرچ بکنید، احتمالاً بشناسیدش. یک فرد سخنران انگیزشی هست که ایشون فوق‌العاده آدم قدرتمندیه، قدرتمند کرده خودشو ها، کار کرده رو خودش. ایشون نه دست داره نه پا داره. برو ببین چند صد نفر، چند هزار نفر میان توی برنامه‌ها شرکت میکنن. برید توی یوتیوب ببینید. اینا رو بذارید کنار. اینها بیشتر برای اینه که من فرار کنم، بهانه بیارم از اون کاری که میخوام بکنم، ترس از قضاوت دیگران. و مورد بعدی، تصور این که بازار اشباع شده. دنبال اینیم بریم یه جایی یه حرف جدیدی بزنیم تا حالا کسی نگفته. من سال 88 بود فروشگاه اینترنتی راه انداختم. اون موقع دیجیکالا هنوز نیومده بود یا تازه شروع کرده بود. جان کلام این که مردم عادت نداشتن به صورت اینترنتی پول پرداخت کنن. خب به صورت اینترنتی نمیتونستن پول پرداخت کنن، یا اگر میتونستن پرداخت کنن میترسیدن. من درگاه آنلاین داشتم، تلفنی، شماره کارت و همه اینا گذاشته بودم. یه کارهای خاصی هم میکنیم. کلا فروشگاه اینترنتی کم بود، بازار اشباع نشده بود. جایی که بازار شلوغه اتفاقا پول همون جاست، نه جایی که خلوته. این تصور اشتباهه. بعد مدرس آره زیاد شده، ولی با چه آموزشایی؟ آموزش بی‌کیفیت، پرت و پلا حرف میزنن، دروغای الکی میگن، هیجان میزنن، حرفای هیجانی بی سر و ته، و معمولا هم 1-2 ساله محو میشن، خونه پرش 3 سال بمونه. من مدرسای انگشت شما رو از اون 84 تا الان دارم میبینم کیا هستن کیا رفتن، اسم نمیخوام ببرم. پس بازار اشباع نیست، بازار بسیار بزرگه. مردم با شما ارتباط برقرار میکنن، با روش شما، با منش شما، با سبک شما. میگه چه صدا آرومی داره، اون چه صدا کلفتی داره، این کروات میزنه، اون یکی ریش گذاشته، این کروات نمیزنه، اون روسری داره. همه با یه مدل رفتار شما، با بیان شما، گویش شما، با دسته‌بندی اطلاعات شما کیف میکنه. ممکنه همین حرفای منو شما برید یک جایی بزنید مردم دوست داشته باشن، اگه من بیام حرف بزنم دوست نداشته باشن. میگن نه خانم نقطه‌چین آقای نقطه‌چین بیاد بگه. همیشه مردم به مربی جدید دقت کنید. همیشه مردم به یک مربی جدید، مدرس جدید، یک نگاه جدید، یک دیدگاه جدید نیاز دارن. و مورد 4، مقایسه خودمون با مدرسان با تجربه. من مثلا الان خودمو با آقای نقطه‌چین مقایسه میکنم، با خانم نقطه‌چین. الان خودمو با اون فرد دارم مقایسه میکنم. اون فرد مثلا 3 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال داره کار میکنه. چه انتظاری من از خودم دارم؟ اصلا مقایسه اشتباهیه. مقایسه باید پارامتر داشته باشه. وقتی پارامترهای مقایسه به هم نخونه، اون وقت چجوری درست؟ خب پس من نمیتونم خود الانمو
با یک مدرس مقایسه بکنم. و مورد پنجم، ترس از شکست و دیده نشدن. فکر کنم شکست بخوریم همه متوجه میشن و آبروم میره، دیگه هیچ فرصتی برای جبران ندارم. اونی که میشناستت هیچ وقت بهت پول نمیده، خب پس اصلا حرف آبرو و اینا نیست. اونی که میشناستت اصلا بهت پول نمیده. اونی هم که نمیشناستت دیگه نمیشناستت دیگه. و برای افراد جدید شما دیدگاه‌های جدید داری میاری. شما اگر باشی، اگر تولید محتوا کنی، اگر نق نزنی، اگر قور نزنی، بعد از یک مدتی این دانه‌هایی که کاشتی جواب میده. من یادمه یه فیدبک ازتون بگیرم. بچه تا الان چطور بود؟ یه انرژی به من بدید لطفاً. همه بنویسید دیگه. اونی هم که همینجوری نشسته لم داده داره فکر میکنه اونم بنویسه. مرسی. انرژی بدید که مستمع صاحب سخن رو به وجد میاره. خیلی متشکرم. میرسیم. عزت نفس چی اصلا چی هست؟ اینا واژه‌هاییه که ما خودمون رو داریم خودمون رو می‌خوایم قایم کنیم. عزت نفس ندارم، اعتماد به اصلا اینا رو بخوای چیکار؟ همین که توی این برنامه هستی، توی این لایو هستی، یعنی عزت نفس داری. یعنی یک چیزی داخل وجود خودت دیدی، خب به کارش بگیر. چرا مته میذاری میخوای بری سوراخش کنی؟ اون با دارم، واقعا دارم اعتماد نفس، واقعا بابا داری دیگه. به سنم میرسیم. من 43 سالمه دیگه. یه چیزی بگم، فکر کنم ببین داره ضبط هم میشه، اشتباه نگم، فکر میکنم آقای معظمی 43 سالگی شروع کرد، یا شاید بیشتر. نه بیشتر بوده. رسمی شو، اون که رسمی شده یه دفعه گل کرد، فکر میکنم نه بیشتر بوده فکر کنم. 70 هم دیر نیست، حالا میرسم بهش. دیر نیست بابا، تازه تجربه دارین، الان میرسم بهش. خب این ترس از شکست و دیده نشدنه جونمونو میگیره. من اصلا توی استادان برجسته کدشو نمیگم چیز نشه، ولی بودن بچه‌هایی که بالای 40 سال 50 سال 60 سال داشتیم ما. بله بچه پرسش پاسخو بعدا میرسیم. بذار من برسم درسمون رو جواب بدم. تدریست خوبه. خب من ببندم که حواس خودمون رو بقیه پرت نشه. چتو بستم، دوباره باز میکنم. خیلی خوب. و این 5 تا رو داری دیگه، چرا شروع نمی‌کنی؟ حالا میریم توی خلق کسب و کار. من الان میخوام کسب و کار آموزشی خودم رو خلق بکنم. برای این کار اول حوزه آموزشی خودتون رو مشخص کنید. این شماره یکی از بدیهی ترین کارها و پیش پا افتاده ترین کارهاست، یا میتونم بگم مهمترین کارهاست، ولی اغلب اصلا بهش توجه نمی‌کنی. حوزه آموزشی باشه، ولی بعدیو بگو. بعدی چیه؟ پروفایل اینستاگرامش رو میبینی، سایتش رو میبینی، کوچ زندگی، کوچ بیزینس، کوچ چه میدونم حسابداری. بابا یکی انتخاب کن. آره تو همش تخصص داری، منم دارم. من مدیریت میتونم درس بدم، فروش میتونم درس بدم، آیتی میتونم درس بدم، فتوشاپ میتونم درس بدم. یکی انتخاب کن. نگران نباش که فلان بازار از دست میدی.
تو یه جا خودتو پوزیشن کن، تو یه جا خودتو نامدار کن. حالا اومد جلو طرف بگو آقا مثلا من فروش میتونم درس بدم دیگه. خب کلاس فروش نمیذارم، دوره فروش نمیذارم، چون من ذوق آموزش رو دارم. میگم من دوره استادانه برجسته رو میذارم، توی اون فروش رو درس میدم، توی اون طراحی و المان و رنگ رو درس میدم، چون اونم سررشته دارم. خب پس اول حوزه آموزشی خودتون رو مشخص بکنید. یه جا ببین کجا مهارت داری، اینو پیدا کن. کجا مهارت دارم میتونم به دیگران آموزش بدم، تو چه زمینه‌ای تجربه دارم، این دومین پرسش. چه مشکلی از مخاطب میتونم حل کنم، کجا هم یه خورده ذوق دارم یا یه خورده بیشتر. جوابشو در بیار. معمولا اینا بچه مشترک دارن، همونجا شروع کن. بعد نگران هم نباش، نکته ها، نگران نباش، ممکنه یه ما دیگه عوض بکنی حوزتو، باش عوض کن. ولی الان میدونم من مثلا چه میدونم کوچ فلانم، مدرس آشپزیم، مدرس آشپزی فقط برای کیکم، مدرس آشپزی فقط برای فوندانتم، هنر فقط رزین کار میکنم، فروش فقط سازمانیم. خب به حوزه خودتون مشخص کنید، مخاطب هدفتون رو بشناسید. اینم مهمه ولی بهش توجه نمیشه. آموزش برای همه. بگو. بدون شناخت دقیق نیاز مخاطب. من اگر الان ندونم شما کجاها گیر دارید، هرچی بیام تو این وبینار بگم پرت و پلا میشه میره. میگه یه ساعت حرف زد نفهمیدیم چی گفت. ولی من چیکار کردم؟ من دونه دونه با شاگردام، با بچه‌هام، با مشاوره هایی که داشتم اینا رو در آوردم. از هوش مصنوعی کمک گرفتم، اینا گیرا کجاست، شناختن نیاز و مشکلات رو شناختن، گره هاتون رو شناختن و میام اونا رو حل میکنم. مخاطب هدفتون رو بشناسید. چه کسانی به مهارت شما نیاز دارن؟ بنویسید لطفا. مشکلات و چالش های اونها چیه؟ گره هاشون چیه؟ دغدغه هاشون چیه؟ چگونه میتونید بیشترین ارزش رو براشون ایجاد کنید؟ سومین کار برای خلق کسب و کار آموزشیتون. بچه‌ها وقتی میگم کسب و کار، یعنی من اومدم پول در بیارم، اومدم جدی باشم، اومدم مصمم باشم، نیومدم یه توک بزنم بره. درسته شاید روز اول دفتر نداشته باشم، تو خونه خودم باشم، با گوشی خودم باشم، ولی جدی باشم، خلق بکنم کسب و کارمو. خلق میکنید، بهش شکل میدید. یه دفعه زایده نمیشه، یه دفعه رشد پیدا نمیکنه، دونه‌شو میکارید. سومین کار مهارت ارائه رو تمرین کنید. یعنی چی؟ ما بعضیا فکر می‌کنیم مثلا من دکترم، من فوق لیسانس مثلا روانشناسی ام، من وکیلم، من مثلا چه می‌دونم مسترم، من سرآشپزم. باشه، هر چیزی هستید تو حوزه تخصصی خودتون هستید. وقتی میخواید بگید آموزش میخواید بدید، صرفاً اون دانش و تخصصی که دارید کافی نیستش. باید یاد بگیرید چطور این مفاهیم رو به صورت خیلی خوشگل و جذاب و قابل فهم ارائهش بدید. چجوری کلاس اداره بکنید، چجوری وبینار اداره بکنید، چجوری سمینارات اداره بکنید، چجوری با مخاطب تعامل بگیری. این مهارت رو باید تمرین بکنی. میتونی روش وقت بذاری، میتونی روش تمرین بکنی. و چهارمی، تولید محتوای آموزشی. چی دوستان؟ بذارید من چت رو باز کنم. نوشتم چی؟ تولید محتوای آموزشی اولیه. همه بنویسید لطفا. تولید محتوای آموزشی اولیه.
اولیه. یعنی چی؟ یعنی شما صبر کنی برای ساختن نه تولید آموزش محتوای اولیه. همون چیزی که من میگم رو بنویس. میگه رایگان امیر نکن، هم اسمم هم هستی، نکن این کار. مقدماتی به خیلی تون میره بچه. دمتون گرم که همه مینویسید، من سعی میکنم بخونم. خب باز چت رو میبندم. تولید محتوای آموزشی اولیه. صبر کنم یه ذره محتوام غنی‌تر بشه، صبر کنم فلان دوره رو برم. بابا همینی که داری رو استفاده کن ازش. حوزه آموزشی مشخص کردی، مخاطب هدف دردش رو فهمیدی. اگه دردش رو فهمیدی میتونی محتوا درست کنی، اگر نفهمیدی نمیتونی. توجه از خودت بیار بیرون، به بقیه نگاه کن. به اینکه من خوبم، من بدم، من کج و کولم، من صافم، من لهجه دارم ندارم، من کوتاهم بلندم، اینا رو ولش کن. من مو دارم مو ندارم، اینا رو ولش کن. ببین مخاطب چی میگه. یه ویدیو کوتاه آموزشی براش درست کن. صبر کنیم یه دوره گرون قیمت من درست کنم. میدونی آخه من چند دوره شرکت کردم، من ICF فلانجا هستم. میگم خب کو پس به خدا میبینم میگم خب کو دنبت، نتیجه کو؟ باشه به بقیه چه ربطی داره تو فلان دوره رو شرکت کردی؟ چه ارزشی من امیر حسین، من مدرس، شمای مدرس، شمای کوچ میتونید ایجاد بکنید تا مخاطبتون ازتون خرید کنه؟ یه وبینار رایگان بذارید، یه دونه کلاس کوچولو بذارید، یه مشاوره کوچولو بذارید با یه نفر. محتوای اولیه. دنبال پای دوربین و نور و اینطور چیزا هم نباشید. تدوین فلان داشته باشم، اعتبارم به هم میخوره. بید بیرون. و پنجمی، ایجاد یک کانال برای اعتماد سازی. یک کانال نه که تلگرام میتونه باشه. یعنی چی؟ ما معمولا اشتباه میکنیم، حضور آنلاین نداریم. حضور آنلاین داشته باشید. حالا میتونه وایس باشه، میتونه نوشته باشه، میتونه مقاله باشه، میتونه ویدیو باشه، میتونه وبینار باشه. توی تلگرام، توی یوتیوب، توی اینستاگرام، هر جایی. هر جا میتونی شروع کن. اونجایی که میتونی. من قیافم خوشم نمیاد، باشه حالا من هر چقدر بگم آقا قیافت مهم نیست، تو کلنجار میری دیگه، وبینار رو قطع میکنی، میگی بابا این میگه با قیافت خوب. اون زمان میبره. ولی میتونی بنویسی، میتونی با صدات ضبط کنی، یه کانال تلگرام رو بنداز، یه پادکست رو بنداز، تجربیات دانش خودت رو با دیگران به اشتراک بذار. بچه‌ها اعتماد سازی باید اتفاق بیفته تا فروش اتفاق بیفته. اعتماد سازی باید اتفاق بیفته تا افراد بیان پیش شما مشاوره بگیرن. همینجوری نیست. بچه‌ها این 5 تا رو بنویسید. 5 یعنی دیدم. این 5 تا 5 بنویسید لطفاً. این 5 تا. این 5 تا. آفرین. مرسی. دمتون گرم. این 5 تا رو پیش ببرید. شروع بکنید. من برای اینکه مطلبمو کامل بگم بقیه رو میگم. ولی شما حداقل 2 ماه روی این 5 تا متمرکز باش. و گام بعدی مثلا 2 ماه که گذشت، 45 روز که گذشت، اگه متمرکز بودی بیا روی این خلق کسب و کار. حالا مرحله ششم، اولین مشتری خودتو پیدا کن. اطرافتو ببین، این چه کسانی هستن. هیچ تمرکز نکن رو دوره‌های گرون قیمت، تعداد دانشجوهای زیاد. یه تدریس خصوصی میتونی بگیری، یه نفر میتونی کوچ بکنی، یه نفر میتونی راهنمایی بکنی، یه جلسه مشاوره رایگان براش بذار. اینها هم طرف خوشحال میشه، هم شما کلی اطلاعات به دست میارید. دوره کوچولو برگزار کن، نیم ساعته، 5 تا فایل 6 دقیقه‌ای ضبط کن، 10 تا فایل 3 دقیقه‌ای ضبط کن. یه مشتری تو پیدا کن، یه نفر دستشو بگی بگو من میخوام کمکت کنم. خب
مرحله بعدی شبکه سازی و ارتباط با مدرسا. اینکه من تنها پیش برم اتفاق نمیفته. شبکه سازی کنید. افرادی که کنارتون هستن، از هر کسی که تو هر حوزه‌ای میشناسید فکر میکنید میتونید با یه تماس باهاش شروع بکنید، شروع کنید. برید رویدادها شرکت کنید، توی سمینارها، توی وبینارها، بیشتر حضوری‌ها شرکت بکنید، ارتباط بگیرید. مهارت بازاریابی، فروشتون رو روش کار بکنید. دوست داشتید راجبش کتاب بخونید، مطلب بخونید، دوست داشتید بیاید استادان مدرسه من کمکتون میکنم. و نهم، رشد و یادگیری مستمر. بچه‌ها نهم، رشد و یادگیری مستمر. نهم، رشد و یادگیری مستمر. حالا هی من میگی چرا هی تکرار میکنی؟ چون معمولا ما این سوزنمون روی یادگیری مستمر گیر کرده. مثلا رشد که اصلا هیچ توجهی بهش نمی‌کنیم، قربونش برم گذاشتیم کنار تاقچه. یادگیری مستمر چیکار می‌کنیم؟ کتاب می‌خونم، دوره می‌گذرونم، فلان می‌کنم. بعد این مرحله 9. تو برو فعلا محتواتو تولید کن. زنجیرهای نامرئی. بچه‌ها عدد 9 رو بفرستید. چطور بود؟ عالی بود. همین الان دیدی بعداً نمی‌بینی. الان افراد وقتشون رو گذاشتن، زندگیشون رو گذاشتن، میبینن. بعداً نمیبینی بابا. اینم میری کنار اون کتابا، اون ویدیوهایی که گذاشتی بعداً ببین. درود بر شما. حالا من میخوام کسب و کارم رو راه بندازم. نقطه شروع میدونم الان شروعمه، باید شروع بکنم. الان زمان شروع کردنمه. خلق کسب و کارمم آموختم که این مراحل رو برم میتونم کسب و کار آموزشیمو راه بندازم. ولی میخوام، ولی نمیشه. تکون میخورم، پام قفل میکنه. توی یک جعبه نامرئی ما گیر کردیم. اسمش من گذاشتم زنجیرهای نامرئی. دارم میرم این ور، یه زنجیر این پام میکشه، میرم اون ور، یه زنجیر اون یکی پام میکشه. این دستم قفله، اون دستم قفله. یکی از اون زنجیرها اطلاعاته. یعنی چی؟ دنبال اینم که میگم من کاشکی اطلاعات بیشتری داشته باشم، کاشکی 2 تا کتاب بیشتر بخونم، یه 2 تا دوره دیگه ببینم، فکر میکنم مناسبم برای آموزش. دقیقاً همینجوری با خودمون صحبت میکنیم ما. دقیقاً همینجوری. برای اینکه من فرار کنم، برای اینکه خودمو قایم کنم، اسم زمان ندارم، وقت ندارم، سنم بالا پایینی، همین رو میذاریم روشا. ولی ما همیشه دنبال اطلاعات بیشتریم. اطلاعات بیشتر سرعت شما رو کم میکنه. اطلاعات بیشتر الان هست دیگه. برادر چت جی پی تی هست دیگه، جمنای هست دیگه، دیپسیک هست دیگه. چی اینا اطلاعات دیگه. الان وقت اطلاعات نیست، الان وقت اقدامه. یعنی الان بهترین زمان مدرس شدن، بهترین زمان کوچ شدنه. حالا ما بعدها مثلا تو کلاس‌ها صحبت میکنیم که چجوری از هوش مصنوعی برای این کار استفاده کنی. مثلا شما شگفت زده میشی با همین اطلاعاتی که داری. یه سری چیزا رو در میاری، فرمول درست میکنی، قشنگ محتوای خوشگل میدی بیرون. پس گیر شما اطلاعات بیشتر نیست، شما دنبال اطمینان بیشتری. اطمینان از طریق اطلاعات به دست نمیاد. اطلاعات هم سرعت شما رو کم میکنه. تنها راه اینه که بری جلو. این زنجیر نامرئی رو پاره کن همین الان. بیخیال اطلاعات بیشتر. اطلاعات بیشتر سرعت من کم میکنه. اعتماد به نفس یعنی چی؟ یعنی من اعتماد داشته باشم به خودم. چجوری تو میتونی اعتماد داشته باشی به خودت؟ یه کاری رو انجام بدی. آفرین راه افتاد، آفرین پسرم، میره راه میره، تپ میخوره زمین. آفرین بابا، بلند شد دوباره راه میره. رانندگی اولش کلاج میرم خاموش میکنم. این اعتماد به نفس دیگه. یعنی اطمینان به خودت پیدا کردی. تو اطلاعات چیه؟ اینکه حرف بزنی،
محتوا تولید کنی. وقتی محتوا تو تولید میکنی میفهمی چقدر بلدی. پس این یکی از اون زنجیراست. دومی که خودتون هم بهش اشاره کردی، سنه. نگران سن بالاست. بابا اونی که سن بالاست سنش یه داراییه، مانع نیستش. یعنی نشون میده این فرد چقدر تجربه داره. یه گروه خاصی با شما ارتباط برقرار میکنه. میگن این گنجینه دانستنی هاست. هیچ دوره آموزشی نمیتونه جای این بابا رو پر کنه. دنیا تشنه داستانهای شماست، تشنه اطلاعات شماست، تشنه تجربه شماست. اصلا مانع نیست. حالا اونی که سنش پایینه چی؟ ما جوانی میشه به ما، پس کی من بخوام کار کنم؟ اون که بالاست کار نمیکنه، اون که پایینه کار نمیکنه. جوانی خلاقیت، نگاه جدید، دید جدید، ارتباط با نسل‌های جدیده، ارتباط با ابزارهای نوینه، شور، شوق، اشتیاق. شما یه سری افراد، اونایی که سنشون پایینه یه سری افراد رو میتونن درک بکنن، اونایی سنشون بالاست یه سری افراد رو. پس همیشه بازار هست، همیشه جا برای شما هست. سن عدده، واقعا اینجا عدده. اون چیزی که اهمیت داره شوق شماست برای یاد گرفتن، برای تاثیرگذاری. میخوای یاد بدی، میخوای تاثیر بذاری، بسم الله، میتونی بذاری. محتوا ندارم، نمیدونم چی میخوام بگم. بچه محتوای موضوع پیچیده نیست. همون تو خلق کسب و کار اگه ببینی دغدغه مخاطب چیه میتونی محتوا بهش بدی. دیدی بعضیا میان یه سری مشورت از شما میگیرن. من دوستم وکیله، یه مطلبی رو گفتم خب چرا این مطلب تو مثلا مقاله نمی‌کنی، راهنماییم کرد، یه پستی بذار، پادکستی بذار. خب این چیز بدیهیه که برای تو بدیهیه، من بلدش نیستم. مردم به راه حل‌های شما، به تجربه‌های واقعی شما، به اینا نیاز دارن. پس محتوا هست. اینکه چجوری استخراجش کنید اینا فن دیگه، که بعضیاشو توی اسلایدهای قبل بهتون گفتم، توی دوره‌های تخصصی هم مفصل راجعش صحبت می‌کنم. و زمان، من زمان کافی ندارم. من نمیدونم اونی که علی بابا رو درست کرد اسمش هم یادم رفت، علی بابا داتایار تیکتو، اسم قشنگی هم داره، اسمش یادم رفت. اون 24 ساعت زمان داره. برادران محمدی دیجیکالا 24 ساعت دارن. اسنپ بچهای خودمون رو میگم، اونا هم 24 ساعت دارن. بزرگترین کارآفرینای دنیا اونا هم 24 ساعت زمان دارن. زمان ندارم، باید ببینم اولویت من چیه. یعنی همون اولی که گفتم، باید ببینم جدی و مصمم هستی یا نه. اولویتم چیه؟ میخوام انجام بدم یا نمیخوام انجام بدم؟ اولویتت نیست، خب باید به یه کار دیگه برسی. اگه اولویتت هست، خب باید براش اقدام کنی. وقتی من ندونم چه چیزی مهمه، واقعا ندونم چه چیزی مهمه، پولم و زمانم و صرف کارهای کم اهمیت میکنم. بعضی هم زمان ندارن، میترسن استارت بزنن. با اینکه زمان ندارم خودشونو قایم میکنن. بعضی هم کمالگران دیگه، دنبال یه چیز بی‌نقصن، میگن زمان نداریم. اینا زنجیرهای نامرئیه بچه. این زنجیرها رو اگر من معتمدتونم، اگر میخواید این کار رو شروع بکنید، حالا چه پیش من چه هر جای دیگه، چه خودتون شخصی میخواید پیشش ببرید، این زنجیره رو باید باز کنید. کار نمیکنه. خب تا اینجا چطور بود؟ یه فیدبک به من بدید و بریم جمع بندی کنیم. پس الان کاری که باید بکنید اینه که برید بنویسید تو چه حوزه‌ای میخواید کار بکنید. مرسی، دمتون گرم.
مرسی. خب برید بنویسید تو چه حوزه‌ای میخواید کار بکنید و شروع بکنید این زنجیرها رو باز بکنید. عجله نکنید. خب بچه‌ها کسایی عجله میکنن، میدونید در چه صورتی عجله کنید؟ زمانی که برنامه ریزی دارید. همین امشب شروع کنید. دانش شما دانش ارزشمندیه. حالا من الان تو اسلاید بعدی یه موردی رو میخوام بگم. دانش شما دانش ارزشمندیه و همه هم مناسب دانش شما نیستن. اگر رفتید 2 نفر گفتن نمیخوایم، دوست نداریم اینا، اون فرد مناسب نیست، یا شما اون فرد رو درست انتخاب نکردید. مثلا من یکی از شاگردام گفتش که من کوچینگ گرفتم، نارضایتی داره. نشستیم صحبت کردیم، دیدم تو به زور، متوجه شدم بهش گفتم تو به زور این فرد رو آوردی، یعنی شناخت نداشتی، دغدغه‌شو متوجه نشده باشی، نشدی. خب پس قدم اولتون رو بردارید که امروز برداشتید، برید رو قدم دوم. قدم اولتون این بود که این وبینار رو شرکت کردید. قدم دوم که به برنامه ریزی کنید و اجراش بکنید. راجع به معنویت صحبت کن دیگه. حالا میرسم، الان برم اسلایدهای بعدی. چه محتوایی بدیم که مشتری، سوال خوبیه، الان جواب میدم. اسلاید بعدیمو برم اونم جواب میدم. چشم. این چه بزرگ شد جان خودم، اینا منوهاشون جابجا میکنن. خب بچه حالا ما 2 تا مسیر پیش رو داریم. 2 تا مسیر پیش رومون هست. اول مسیر دوم بهتون میگم، اینه که این دانشی که، این آگاهی که توی این وبینار به دست آوردید رو خودتون ببرید اجراش بکنید. و میتونید هم اجراش بکنید. یه ذره حوصله داشته باشید. یه ذره با این ممکنه بدخلقی کنید، ممکنه قور بزنید، نشد، ندید، نگرفتید، ولی باشید توی مسیر. یه ذره زمان زیادی رو میبره، یه ذره مسیر ناهمواره، راحت نیست، باید مدام تمرین کنید، زمان میبره ولی شدنیه. خب یه مسیر اینه که شما با این دانشی که توی این وبینار یاد گرفتید رو به تنهایی ببرید اجرا کنید و شدنی هم هست. و یه مسیر اول هم هست که میتونید از این مسیر استفاده کنید. یعنی تمام اصول مبانی تدریس، چجوری طرح درس بنویسم، چجوری پوزیشنینگ انجام بدم، چجوری متقاعدسازی انجام بدم، چجوری بازاریابی فروش انجام بدم، گام به گام چجوری کمپینمو درست بکنم، چجوری طراحی درس درست بکنم، چیکار بکنم مردم به حرفم گوش بدن، چجوری اینا رو بسته‌بندی خوشگل بکنم. خب تمام این اصول و مبانی رو، همه اینا رو، برای اینکه دیگه از اون حالت حدس و گمان و اینا در بیایید و با سرعت پیش برید، من پیشنهادم به شما مسیر اوله. حالا مسیر اول چی هست؟ مسیر اول استادان برجسته است که 7مین دوره حضوری شروع شده، ثبت نامش یعنی از امشب شروع میشه. استادان برجسته هست. توی استادان برجسته من اسپسیفیک دقیقاً روی این 3 تا کار میکنم. این که کسب و کار آموزشیتون راه بندازید که یه چیز بدیهیه که ازش کسب درآمد بکنید. خلق محتوا، چجوری طراحی دوره بکنیم، چجوری محتوا رو کشف بکنیم، چجوری روی محتوا تکثیر بکنیم، چجوری بازآفرینی محتوا انجام بدیم، استراتژی محتوا داشته باشیم. روی خلق برند شخصی، چیکار کنم یه برند تاثیرگذاری بشم، بتونم تو دیگران نفوذ کنم، چه گیرهای خودم دارم، چه از نظر اعتماد به نفس، چه از نظر عزت نفس، گیرها رو پیدا بکنم، موانع راهم رو پیدا بکنم، چجوری اینا رو بیارم تو محتوام، اون برندی که درست کردم بیارم تو محتوام ازش استفاده بکنم. و خلق درآمد، که چجوری حالا این دوره‌ای که درست کردم رو بفروشم، این وبیناری که گذاشتم رو بفروشم،
کسب و کارم رو رونق بدم، یه جهشی هم از نظر درآمدی داشته باشم، هم از نظر شخصیتی. این توی 3 مدار ما حرکت میکنیم: مدار شخصیت، مهارت و تجارت، که اینو پیش میبریم. این مسیری هستش که اصولیه برای کسانی که میخوان پیش برن. این QR کد بذارید، من یه لینکی هم اینجا براتون بذارم. میتونید برید توی سایت هم اونجا ببینید، فرم پیش ثبت نام رو پر بکنید. و این یک کوچینگ خصوصی کلاستر هم داره که کوچینگ کلاستر معمولا جداگانه بوده، ولی من آوردمش تو استادان برجسته، هدیه است و تعدادش هم محدوده. یعنی کسایی که اولویت ثبت نام میکنن میتونن تو این کلاستر شرکت بکنن. b2n.ir اسلش مستر 7. اینو من اینجا پین کردم، این لینک رو برید سایت رو بخونید، اطلاعات دوره رو ببینید، دوست داشتید اونجا فرم رو پر بکنید. توی تلگرام یا توی پیامک بهتون اطلاع رسانی میشه، میتونید ثبت نامتون رو انجام بدید. 67% تخفیف هم داره، یعنی با توجه به اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده من سعی کردم که این تخفیف رو نگه داریم به 2 دلیل. یکی اینکه خودم با این کار خیلی حال میکنم، یعنی دوره گذاشتن ذوق و شوقمه، بچه‌ها میان تغییر میکنن میرن، با هم در ارتباطیم سالها و اینو من خیلی دوست دارم. و مورد بعدی این که الان شرایط جوریه که نمیشه قیمت بالا گذاشت و هم جامعه به مدرس درست حسابی نیاز داره و همین که برای بچه‌هایی که علاقه دارن، ذوقشو دارن، میخوان کارو پیش ببرن، این شرایط رو فراهم کردیم. خب پس اینو میتونید، اینم که عکسمونه، اینو دوست داشتید اسکرین شات بگیرید. اصلا از این برنامه اگر محتوای چیزی داشتید شیر بکنید، ما هم اد تو استوری میکنیم. و خیلی دوره حضوریه، دوره حضوریه، مبلغ بالاست شرکت نکنید. چون نگاه شما میایید هزینه جا هست، جزوه هست، خوراک هست. کوچینگ کلاستر خودش فقط 25 میلیون تومانه، اینو من هدیه گذاشتم، اون خودش انرژی میبره دیگه. اگر این مبلغ اندک رو نمیتونید سرمایه گذاری کنید، بهتر سمت و سوی آموزش نیاید. بچه‌ها کسایی باید بیان که میخوان پول در بیارن از این راه. دیگه نمیخواید در بیاری، خب معلومه برات هزینه است. خب من برم پرسش‌ها رو پاسخ بدم ببینم دوستان چی گفتن. از این بله اسکرین شات بگیرید، لینک هم که این بالا براتون پین کردم، بله میتونید ببینید و بزنید روش. خب میگه چه محتوایی خانم سجادیان هستی؟ خانم سجادیان میخوام جواب تو بدم. چه محتوایی بدیم که مشتری احساس نکنه از ما بی نیاز هست؟ گفتم دیگه در مورد گره‌هاش صحبت کنید. وقتی در مورد چالش‌ها، دغدغه‌هاش، مسائلش صحبت کنی و راهکار بهش بدی، خب مثلا میگم مثلا خانم سجادیان شما تو کار مثلا فروش پرده هستی، مثلا کار آشپزی هستی، خب 2 تا راهکار میدم که مثلا کیکت وا نره. وقتی دغدغه‌ش رو بفهمی طبق اون پاسخ بدی، اون متوجه میشه که چقدر شما بلدید. احساس بی‌نیازی هیچ وقت نمیکنه. الان شما توی این وبینار شرکت کردی و ته دلت اینه که بیای استادان برجسته شرکت کنی. من برم اینا رو اصولی یاد بگیرم. اینا همه روانشناسی فروش پشتشه که راجع به اینا صحبت میکنیم. راجع به ابزارهای شروع هم میشه بفرمایید. آره بچه‌ها ببینید، اگه گوشی موبایل دارید در این حد کافیه. دیگه چیز دیگه ای نمیخواد. نهایتا لپتاپ نداشتید برید لپتاپ اجاره کنید
یادتون میاد وبینارتون رو بذارید. اینکه برو، من بچه‌ها اومدن دیگه میگن به ما اول گفتن برو دور چیز یه بک‌گراند خوب برای خودت درست کن، یه دوربین خوب بگیر، تو شایسته ویدیو خوب هستی. اون همینجوری قفل میره اونم میخره، میلیون ها تومان، مثلا صدها میلیون تومان هزینه میکنه، بعد آخر سر میاد یه دونه محتوا هم تولید نکرد با کمترین امکانات. ما از کسب و کار آموزشیمون پول در میاریم، خرج خودش میکنیم، امکاناتی نیاز نیست. راجع معنویات و خودشناسی دوست داری امیر؟ راجع به اون صحبت کن بگی بلدشی. اطلاعات تو سایت هست. چند جلسه از آقای صدیق زاده پرسیدن. دوره دست کم 80 روزه، یه ساختار متفاوتی داره که تو استاد برجسته هفتم اومده. ما 2 روز 28 یا 29 فروردین 1404 2 روز کارگاه فشرده توی تهران داریم، حضوری دوره هم جمع میشیم، خوراک و جزوه و همه چی اینا هست. شما میرید، یه سری پروژه ها به شما داده میشه، پروژه ها رو انجام میدید. گپ بین این که شما داری پروژه انجام میدی، یه سیستم پشتیبانی داریم که مستقیم خود من جواب میدم، همکارام نیستن که مستقیم به خود من وصلیم. کمکتون میکنم اون پروژه اجرا بشه. بعد از اینکه اون پروژه اجرا شد، بعد اون پروژه باز یه جلسه آنلاین داریم. بعد اون جلسه آنلاین کوچینگ کلاسترمون شروع میشه. تخفیف داره دیگه، قسط نداره. نه با چیه که قسط داشته باشه؟ درود بر شما. منم دارم 300 میلیون. من کوچینگ کروشالم، کوچینگ خصوصیم 250 میلیونه، ولی خب دیگه حالا اینجا ربطی نداشت و من اینجا عنوان نکردم. و برای شدنه بچه‌ها اینجا نوشتم دوره، یعنی من این قولو میدم به همه، میگم شما هر جایی دوست دارید برید آموزش ببینید، هر جایی دوست دارید برید آموزش ببینید، آخر سر برگردید پیش من اون آموزش‌ها رو اجرا کنید. من بچه‌هایی داشتم از دوره‌های دیگه، از همکارای دیگه اومدن اینجا تازه، حالا من از زبان خودشون میگم، اونا میگن که دوزاریمون تازه افتاد چی کار باید بکنیم. تازه الان من اینجوری بهشون میگم اینجا شما دونه‌های خورد شده ریخته تسبیح تو من اینجا برات دون میکنم میدم دستت. هزینه مبلغ سرمایه گذاری روی خودتان. هزینه نیست بچه‌ها. اگر میخوای کسب و کار ببینی، هزینه ببینیش خطاه. شما میز نمیخری. این دارم برمیگردم، دوست داری شرکت کن، دوست داری نکنه، ولی میخوام نگاه تو عوض کنم. وقتی میگی هزینه، یه جور دیگه ذهنت فکر میکنه. وقتی میگی سرمایه گذاری، میگی خونه رو میخری، ذوق میکنی دیگه. ماشین مثلا، ماشین هم با سرمایه نیست، ذوق میکنی دیگه. آموزش سرمایه گذاریه. من باید چند صد برابر این در بیارم و من کمکت میکنم در بیارم. مدت دوره هم گفتم فکر کنم دیگه. من معلمم، برای من مفیده. عرض کردم، توضیح دادم. آیا فقط کارگاه 2 روزه حضوری هست؟ توضیح دادم دیگه. فقط 2 روز کارگاه، از ساعت 9 صبح هستیم اگه اشتباه نکنم تا 5-6 بعد از ظهر، فشرده 2 روز. بعد میرید، حالا یه سری پروژه ها داریم انجام میدید. دوباره میگم یه سری پروژه ها دارید انجام میدید. ما بین این پروژه شما گیر میخوری. من چجوری محتوا درست کنم، چجوری این سرفصل رو، چجوری این دوره رو طراحی کنم، بنرم چی باشه، اسم دورم چی باشه، چجوری صفحه محصولمو بنویسم، چجوری برندمو درست. یه گیری داری اینجا دیگه. این آموزش‌ها رو میخوای ببری پیاده بکنی. من این گپه رو خودم هستم پر میکنم با سیستم تریس روتی که داریم. شما یه سری فرما داری، یعنی هر روز باید اون فرما رو پر بکنی. این نکنی کلام میره تو هم. خب من اونجا توی کانالی که داریم، حالا یا شخصی به خودت اگه شخصی باشه، یا توی کانال تلگرامی که داریم، اونجا من همه وایسا رو میذارم که دغدغه شما ممکن دغدغه یه نفر دیگه باشه. یه دفعه یک انبوهی از اطلاعات شکل میگیره که میتونه برای خیلی مفید باشه توی اون گروه. بعد از اون پروژه‌تون رو
حالا من نمیخوام اسپویل بکنم داستانمونو. پروژه‌تون رو باز میکنید و بعد از اون پروژه دوباره یه جلسه آنلاین داریم. بعد جلسه آنلاین یه کوچینگ 40 روزه گروهی کلاستر رو داریم. این کوچینگ خیلی مهمه، آنلاین نداره. دوره 6 آنلاین بود، اقساط نداره.